تابع خودنگهدار که عموماً اون رو با نام بلوک RS میشناسن، یکی از پرکاربردترین بلوک ها در برنامه‌نویسی با لوگو هست. تو این آموزش میخوایم بریم و با این بلوک آشنا بشیم. برای انتخاب بلوک RS میتونیم از طریق ساختار درختی که در سمت چپ وجود داره به بخش اسپیشیال فانکشن ها مراجعه کنیم و از اونجا وارد قسمت متفرقه بشیم و در زیر مجموعه اون بلوک RS یا همون لچینگ رولیمون رو انتخاب کنیم و روی صفحه قرار بدیم. اگه آموزش‌های ما رو در ابتدا پیگیری کرده باشین، اونجا عرض کردیم خدمتتون که یک روش دیگه هم برای انتخاب بلوک ها وجود داره و اون اینه که از طریق نوار ابزاری که در این بالا هست بیاین و بلوک هاتون رو انتخاب کنید. به عنوان مثال برای انتخاب RS از این طریق وارد قسمت اسپیشیال فانکشن ها میشیم و اینجا کلیک میکنم و یک نوار این پایین برای من باز میشه. تو این نوار میتونم RS رو پیدا کنم، روی اون کلیک میکنم و هر جایی از صفحه میخواستم اون رو اضافه میکنم. این هم روش دوم بود که ما قبلا توی آموزش‌های دیگه خدمتتون عرض کرده بودیم. با نگاه کردن به بلوک RS متوجه میشیم که این بلوک دارای 2 ورودی و 1 خروجی هست. ورودی های اون با نام های S و R نشون داده میشن. ورودی S اشاره به کلمه set و ورودی R اشاره به کلمه reset داره. عملکرد این بلوک به این طریق هست که در صورتی که در ابتدا خروجی ما 0 باشه، یعنی بلوک RS در حالت قطع باشه، اگه ورودی set رو فعال بکنیم خروجی رو از 0 به 1 تغییر حالت میده. حالا فرض کنید خروجی 1 هست. اگه بیایم و ریست رو فعال بکنیم یا اصطلاحاً یک به ریست ارسال بکنیم خروجی رو قطع خواهد کرد، یعنی از حالت 1 به حالت 0 تغییر وضعیت داده میشه. برای اینکه بهتر این موضوع رو بفهمیم بریم و اینجا 2 تا ورودی اضافه بکنیم و همینطور خروجی این بلوک رو بیایم به یک خروجی دیجیتال متصل بکنیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم وارد حالت شبیه ساز میشیم. خب میبینیم که 2 تا ورودی از نوع کلید متصل کردیم به بلوک RS و میخوایم خروجی رو با اون تغییر وضعیت بدیم. در حال حاضر خروجی ما 0 هست یا به عبارتی در وضعیت قطع قرار داره. من میام و ورودی که به ست متصل هست یعنی I1 رو وصل میکنم. میبینیم که بلا فاصله خروجی ما هم همزمان با اون در حالت وصل قرار گرفت. اگه من الان بیام و ورودی I1 هم رو قطع بکنم ببینید برای خروجی چه اتفاقی میفته. بله میبینیم که تغییر حالتی اتفاق نمیفته. پس ورودی که به ست متصل میشه تنها میتونه خروجی رو از حالت 0 به حالت 1 تغییر وضعیت بده. حالا که خروجی ما در حالت 1 قرار داره اگه من دوباره I1 رو بزنم میبینیم که هیچ تغییری در خروجی اتفاق نمیفته. ورودی ریست ما که در اینجا I2 هست اگه من اون رو وصل بکنم قاعدتاً با توجه به ماهیت ریست باید اون رو از 1 تبدیل به 0 کنه یا به عبارتی خروجی رو قطع بکنه. من I2 رو وصل میکنم بله و خروجی قطع شد. اگه در حالتی که خروجی ما در حالت قطع قرار داره یعنی 0 هست من بیام I2 رو قطع کنم یا دوباره وصل کنم میبینیم که هیچ تغییری در خروجی ایجاد نمیکنه. به طور خلاصه بخوایم بگیم برای حالتی که 2 تا 0 هستن خروجی بدون تغییر. برای حالتی که ورودی ست 1 و I2 یا ورودی ریست ما 0 هست خروجی ما 1 خواهد بود. در حالتی که I1 0 و I2 1 باشه خروجی ما ریست خواهد بود. اما نکته که اینجاست اگر 2 تا ورودی ما همزمان فعال باشن اون وقت خروجی چه خواهد شد؟ بریم ببینیم. میبینیم که خروجی ما در حالت 0 قرار داره. اگه من ابتدا I2 رو وصل کنم و بعد I1 رو هم میبینید که کماکان روی 0 قرار داره، یعنی خروجی ما وصل نمیشه. این توضیح رو با عنوان اینکه در بلوک RS همیشه ریست اولویت به ست داره میان و بیان میکنم. پس در بلوک RS ما اولویت با ریست، هر وقت ریست وصل باشه هیچگاه خروجی ما وصل نخواهد شد.
از حالت شبیه ساز خارج بشیم و بریم تنظیمات مربوط به این بلوک رو بررسی بکنیم. همینطوری که می‌بینید دو تا تب پارامتر و کامنت برای ما در نظر گرفته شده که توی تب پارامتر میتونید نامی برای بلوک تعیین کنید و توی تب کامنت هم اینجا میتونید توضیحاتی رو اضافه بکنید. تنظیمات خیلی ویژه‌ای برای ما در اینجا در نظر گرفته نشده. به عنوان مثال در تابع پالس ریلی که اگه آموزش مربوط به اون رو دیده باشین شما میتونستین تعیین کنین که اولویت با ست باشه یا ریست باشه. اما در بلوک RS یا همون تابع خود نگهدارمون ما نمیتونیم این تنظیمات رو تغییر بدیم و همواره اولویت با ورودی ریست خواهد بود. تنها تنظیمی که ما میتونیم اینجا اعمال بکنیم زدن تیک ریتنتیویتی یا غیر فعال کردن اون هست. در آموزش‌های قبلی در رابطه با ریتنتیویتی صحبت کردیم و شما میدونید که ریتنتیویتی اشاره به خاصیتی داره که میاد و وضعیت خروجی رو در یک حافظه قرار میده تا در صورتی که اگه تغذیه رله ما قطع شد و بعد از وصل مجدد این وضعیت خروجی این بلوک بیاد و مجددا اعمال بشه. بریم اعمال کنیم تا ببینیم که چه تغییراتی رو برای ما ایجاد میکنه. من فعال کردم، وارد شبیه ساز میشم و حالا خروجی رو وصل میکنم. الان خروجی RS در وضعیت 1 قرار داره. بریم برق رو قطع کنیم. در اینجا میتونم من بیام و پاور مربوط به رلم رو قطع بکنم و شبیه سازی رو در این حالت هم تست بکنم. وقتی من این رو نگه میدارم میبینیم که خب تغذیه رله قطع شده، تمامی برنامه من غیر فعال میشه. اگه دستم رو بردارم و مجدد تغذیه رله وصل بشه، با توجه به اینکه ما تیک ریتنتیویتی رو برای بلوک RS فعال کردیم و قبل از قطع برق خروجی RS در حالت 1 بود، انتظار داریم دوباره بدون اینکه فرمان جدیدی صادر بشه خروجی ما در حالت 1 قرار بگیره. بله میبینیم که اتفاق میفته. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد بگیم که خب ورودی در حالت 1 قرار داشت، پس این باعث شد که این اتفاق بیفته. پس من میام چیکار میکنم؟ من یه بار میام این ورودیامو روی 60 قرار میدم. میام اینها رو تبدیل میکنم به 60 و بریم در این حالت هم شکل عملکرد ریتنتیویتی رو ببینیم. دوباره وارد شبیه ساز میشم، I1 رو میزنم، خروجیم وصل میشه. الان ورودی من دیگه در حالت 0 قرار داره. خروجی من وصله، برق قطع میشه، دوباره وصل میشه و میبینید که توی حالت 1 باقی میمونه. اگه در حالت قطع باشه دوباره قطع برق، وصل برق و در حالت 0 باقی میمونه. پس تنها تنظیماتی که برای بلوک RS داشتیم خاصیت ریتنتیویتی بود که میتونیم اون رو فعال یا غیر فعال بکنیم. نکته‌ای که در استفاده از بلوک RS باید در نظر بگیرین اینه که ورودی هاتون در حالت عادی، یعنی در حالتی که تحریک نمیشن، باید در وضعیت 0 قرار بگیرن تا شما بتونید اون عملکرد تابع خود نگهدار، یعنی همون ست و ریست کردن رو پیاده سازی بکنید. الان ورودی های من تحریک نشدن، در حالت عادی هستن و هر دوتاشون در حالت 0 چرا؟ چون دوتاشون از نوع 60 بازن. من اگه بیام و مثلا آیدوم رو از نوع 60 بسته قرار بدم، توی تنظیمات این کار رو انجام میدم. بریم توی شبیه ساز ببینیم. الان RS من به ورودی ریستش همیشه یک وصله، این یه 60 بسته است دیگه، پس هیچ موقع اجازه نمیده که خروجی من وصل بشه. حالا بریم این رو برعکس بکنیم، یعنی بیایم و I1 رو از نوع بسته قرار بدیم و این یکی رو هم میام روی 60 باز قرار میدم. بریم تو شبیه ساز. حالا میبینیم به محض اینکه برنامه فعال بشه خروجی من وصل میشه. به محض وصل شدن برنامه یا همون استارت کردن رله خروجی RS وصل میشه. حالا برای قطع شدن من میتونم I2 رو بزنم که قطع بشه. این حالت هایی که شما قرار ورودی های 1 باشه مگه اینکه شما یک هدف خاصی رو دنبال بکنید، و یعنی همیشه باید این موضوع رو در نظر بگیرین که شما ورودی هاتون در حالتی که تحریک نشدن وقتی به RS متصل میشن باید 0 رو ارسال کنن و وقتی که تحریک شدند 1 رو ارسال بکنن. این موضوع بیشتر توی مدارهایی که مربوط به راه اندازی موتورها هست بسیار ویژه و حائز اهمیته. برای نکته پایانی هم
این موضوع رو اشاره کنم. علت اینکه این بلوک رو تابع خودنگهدار میگن به خاطر اون عملکردیه که شبیه مدار خودنگهدارهای کنتاکتوری هست. شما میتونید با کنتاکتور بیاین و یک مدار خودنگهدار، یک تابع خودنگهدار رو پیاده سازی بکنید. عملکرد این بلوک عیناً مشابه اون مدار هست و نامگذاری این بلوک به این موضوع مرتبط هست. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.